این داستان برگرفته از یک اتفاق واقعی که در سال 1390 رخ داده ساخته شده است. پرونده آن هرگز به طور رسمی بسته نشد و ابهاماتی در پرونده وجود دارد. ابهاماتی که هنوز هیچ کس نتوانسته آنها را توضیح دهد. مسئولان پرونده بارها و بارها از حضور موجوداتی سخن گفتند که هیچ جای قانون و منطق نمی گنجد. آنچه خواهید دید بازسازی رویدادهایی است که هنوز هم سایه وحشت را بر ذهن شاهدانش انداخته است. اسامی شخصیت‌ها به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده‌اند. هر شباهتی با افراد واقعی صرفاً اتفاقی است. یا شاید هم نه. خوبی؟ نه حالم خوب نیست. واسه چی؟ خاطر کارا توی حالم خوب نیست. چه ربطی؟ همش هستی؟ همینجا سلام. سلام علیکم. آقای ابوالفضل احمدی چه خبر؟ مشغولی حسابی؟ می‌خواستی بی بچه چه حالی؟ چیزی چیزی نشده، منتها یه چند تا سوال هست که باید ازت بپرسم جواب بدی. بفرمایید داخل. میام بدون. باشه. بفرمایید. کاسبی چطوره؟ بد نیست. این شرایطی که داریم هر روز یه داستانه. خیلی خوب. بفرمایید در خدمتتون. خب بذار برم سراغ اصل مطلب. شبی که کریم‌پور غیب شد و رضایی رو کشتن کجا بود؟ گفتم که خارج از شهر بودم. خب چرا رفتی خارج از شهر؟ دلیل خودم رو دارم. نه ببین این جواب من نیست. همون زمانی که این اتفاق افتاده تو رها کردی رفتی خارج از شهر. چرا دلیل خاصی داشته؟ مسئله خانوادگی بوده. باید درک کنید که نتونم بگم. ببین از جایگاهی که من وایسادم اینجوری به نظر میرسه که همون مسائل خانوادگی باعث شده که تو این بنده خدا کریم‌پور رو بکشی. چی میگی آقا؟ یعنی من داداش خودم رو کشتم؟ ببین چی راجع به من فکر کردی؟ دقت کن. الان تو شرایط جالبی نیستی تو پرونده. یه نگاه پرونده بنداز، یه جوری رفته جلو که اگر نخوای بگی چرا رفتی و نخوای راهی مامون هیچ چیزی معلوم نیست. بگو چرا رفتی تا بتونم کمکت کنم. ببین آقای محترم، من خیلی وقت پیش رفتم. حد زمانی که اونا کشته شدن من نرفتم. من 1 ماه 2 ماه قبل از اون رفتم شهرستان. ببین شرایط پرونده به شکلیه که هر کسی نگاهشونه با خودش فکر میکنه که هیچ کسی اندازه تو از مرگ این بنده خدا نفع نمیبره. به هر حال شریکش بودی.
چه ربطی داره؟ یعنی من به خاطر این ملک دوزاری داداش خودمو بکشم؟ آروم باش ببین آقا خب ببین اگه ربطی نداره پس بگو چرا رفتی؟ بذار حقیقت روشن بشه، بذار بتونم کمکت کنم. جریان مال وقتیه که من فهمیدم بچه این خانواده نیستم. خب عصبی بودم، چه میدونم یه خریتی کردم رفتم از اینجا. فکر میکردم سرم رو گنده کریپور داره اینجا رو میچرخونه، همشون همسایه سالون دارن زندگیشون رو میکنن. یه روز یکی به من زنگ زد خبر غیب شدن کریپور و فوت شدن خالم داد. خب بعدش این چیزی بود که من گفتم یه داستانی نداره، من به خاطر همین رفتم از اینجا. یعنی تنها دلیلش همین بود؟ تنها دلیلش همین بود. خیلی خوب، ازت میپذیرم. بگو ببینم آخرین باری که کریپور رو دیدی کی بود؟ آخرین بار زمانی که می‌خواستم برم دیدمش. کی بود؟ حقیق یادم نیست. 3 ماه 2 ماه نمیدونم کی بود. از اکبری خبر داری؟ نه، هرچی به سنگ میزنم گوشیش خاموشه. به نظر جایی هست که احتمالش باشه بهش اونجا پیداش کرد؟ من زیاد نمیشناختمش، اما خب با این شرایطی که داره حس میکنم رفته خارج از شهر. خیلی خوب باشه، ممنون. الو پیمان، سلام. چی شدی؟ ببین یه جوری باشه در پیت نباشه. باشه دمت گرم، جبران میکنم. خداحافظ. سلام ارادت، خیلی مخلصیم. حال شما چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ نه والا ما که همین پرونده سرمون رو مشغول کرده. خیلی پیچیده است. ببین خیلی، یعنی ببین با این همه سابقه تا حالا پرونده‌ای مثل این ندیدم. آخه یه دونه سرنخ هم نیست که بری به جواب برسی. هر سرنخی رو که میری تهش میرسی به یه جایی که میبینی اصلا انگار که هیچ چیزی از اول دستت نبوده. ببین نه اون احمدیه نمیتونه، اصلا این کاره نیست، این همه کار ازش بر نمیاد. من شکم روی نه شکم رو خواهر مقتوله. یه سری چیزا داره پنهون میکنه، خیلی چیزا رو نمیگه، سربالا جواب میده. ببین آخه میدونی بدبختی چیه؟ کریمپور ناپدید شده. خب اکبری هم که بنده خدا رفته تو کما. اون یکی رفیقه هم که اون نه دیگه نه ببین کریمپور نه، اون نیست. یه نفر دیگه هم بود که اونو بردش بیمارستان، هادی شاهپری. اونم که رفته تو مراقبت‌های ویژه بیمارستان. چه میدونم والا، میگن که شوک عصبی دیده نمیتونه صحبت کنه، فعلا حالش خوب نیست. برای همین میگم دیگه. از اون طرف هم که ما این فامیلمون فوت کرده تهران، هی زنگ میزنن میگن پاشو بیا و اینا، نمیرسم واقعا. دنبال یه بازرس میگردم از همکارا بسپارم کارو بهش، خودم برم تهران. ببینم خودت نمیتونی بگیری کارو، هم پرونده رو خوندی، تسلط داری رو پرونده، همین که کارت خوبه یه هفته‌ای جمع میکنی کارو.
نه جدی میگم، یه هفته در بیار کارو دیگه، میسپارم به خودت. اصلا آقا یه کاری کن، تو بلند شو بیا یه دفعه دیگه پرونده رو نگاه کن. پاشو بیا دفتر من. کی میای؟ منتظرتم. باشه خدافظ. سلام، احمدی تویی؟ حالا خودم منو پیمان فرستاده. آوردیش؟ آره بالاست، داره وسایلشو میاره پایین. فقط 2 تا نکته. چی؟ یکی اینکه این یارو خیلی رو کارش حساسه، باید خودش تنها باشه. پایینم براش مرتب کن، جاشم مناسب باشه. در ضمن یکم آتیش بازی داره. چیزی دور و برش نمیشه که وسایلت آتیش بگیره. باشه. درست شد. این کارش زیاد طول نکشید؟ هیچی نیست بابا، طبیعی از این کارا زیاد کرده. این دیگه چی بود؟ چیزی نیست، عادیه. زیادی دیگه داره دود میاد بالا. یا آتیش کوچیکه، چیزی نیست. برم خود پیش برم. این دیگه دودش خیلی زیاده، باید بریم پایین. نرو، کارشو خراب میکنی یا؟ آتیش! آتیش رو بده بیاد